در مقابل ممدوف از آذربایجان قرار گرفته. کشتی کشورمون یک کشتی سخت و دشواری در مقابل این کشتی داره. با باند قرمز مبارزه میکنه. ممدوف باندش آبی هست. بعد تا لحظات دیگر بر روی تشک میان، بر روی 4 تشک دیدارای ما قبل نیمه نهایی یعنی 1/4 نهایی میان و برنده هاشون امشب در نیمه نهایی کشتی خواهند گرفت. کشتیگیر کشورمون که علیرضا محمدی مشاهده کردید با گزارش قشنگای مصطفی حسینی که موفق شد که حریف قرقیزستانی خودش شکست بده و امشب نیمه نهایی رو با مجارستان، با کشتی از مجارستان کشتی بگیره. و میپرسیم به این رقابت وزن 63 کیلو. بعد از اون هم کشتیگیر کشورمون سعید اسماعیلی کشتی خواهد گرفت با یورگنسن نروژی که امیدوار هستیم که او هم بتونه به نیمه نهایی راه پیدا کنه. اولین کشتیمون که 87 کیلو بود رفت نیمه نهایی و هفتمین رقابتمون با پیروزی به اتمام رسید. 7 مبارزه 7 پیروزی. حالا کشتی 8م هست. کشتی سخت و دشواریه. این ممدوف دور قبل موفق کرم کمال رو ترکیه رو شکست بده. خودش در مسابقات جهانی در سال 2021 مدال برنز گرفت در نروژ. 2023 در صربستان موفق شد مدال نقره بگیره. و در مسابقات اروپایی و تورنمنت ها دیگه مدال زیاد داره و کشور ما در جام تختی اهواز طلا گرفت. قهرمانی کشور شیراز هم طلا گرفت. حالا ببینیم که چه خواهد کرد در مقابل این عنواندار جهان. تلاش زیادی میکنه تا اینکه بتونه گارد حریف خودش رو باز کنه. ممدوف دستش بیشتر کار میکنه. حالا یک لحظه تا دو حریف با هم میزنه. کشکار تحت تاثیر نام حریف قرار نگرفته. تحت تاثیر نام حریف قرار نگرفته که اون عنواندار جهان است. 2 مدال نقره و برنز جهان رو داره. اومده کشتی رو ببره. مثل فرخی دیگر همستانی خودش. فرخی هم برای برد میامد روی تشک. براش فرق نمیکرد نامها و عنوانهای کشتیگیران رقیبش. حالا میره برای به دنبال کار کردن دست کاملا. ممدوف این کار رو نمیده و سعی میکنه تلاش میکنه که بتونه اینجا تا داره فهم میزنه. میره خواهد کنه حریف خودشو. خواهد و 2 امتیاز شیرین از قهرمان جهان کسب میکنه. چه پیشی انداخت و موفقانه میره برای سالتو. به سالتو برنده حریف رو بتونه ریف کنه بالا بیاره. یه سالتو اینجا پارم درگیر کرد. اینجا بله 2 تا رو میدن، یک اخطار و دوباره با در خاک بشینه. پارم درگیر کرد. اگه خود داورا دیدن خوشبختانه دیگه نیاز به چالش نبود. اجازه میده، آوانتاژ میده داور که اون فن رو بزنه. فن رو زد 2 تا گرفت. بعد از اون اخطار بهش میدن 2 تا هم به خاطر اخطار و حالا در خاک میشینه. ببینیم که میتونه کشکار ما شگفتی ساز باشه، به نیمه نهایی راه پیدا کنه. از کشتی سخت اون هست. کشکار تا این لحظه 6 بر 3 پیش است. یه بار انداز بزنه کار تموم کنه. حالا با کاملا دست رو بذاره پشت حریف و بعد از اون کار شروع کنه. محمد وقتی کشکار دلاور استان فارس به دنبال اجرای فن بارانداز. یه بارانداز بزنه کار تمام خواهد شد. یا علی مددی بزن بارانداز و کار تموم کن. حالا میره مثل همه شیرازی ها به دنبال سالتو بارانداز هست. بازم پا رو درگیر میکنه. به دنبال سالتو بارانداز هست. یک بار دیگه سعی میکنه پا رو عوض کنه. تمام است. حالا یک لحظه پا عوض کنه تمام خواهد شد. اینجا پا رو عوض میکنه، میره بالا و سعی میکنه که لیفت تمام. 2 امتیاز 8 بر 3 پیروز میشه. خسته نباشید دلاور. خدا قوت پهلوان. راه یافتن کشتیگیر جوان کشورمونو کشکار رو به نیمه نهایی تبریک میگیم. به هموطنان عزیز، به شیرازی ها، به دارابی ها، به استان فارس، به همه ازانی که قلبشون برای ایران عزیز میتپه. باور کنید کاری کرد کارستان، دلاوری کرد، بزرگی کرد دلاور شیرازی ما، استان فارس ما، شهر داراب ما موفق شد به نیمه نهایی راه پیدا کنه در مقابل یه بزرگ دنیا.